فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه. با دری شب نگاه نکردن به زیاد مخلصان، نمایندگان این بخش ورزشی کشور و استادان و ورزشکاران به پیشواز دو تن از تاریخ سازان کشور، تیمور رحیموف و بهروز خواجه زاده آمدند. این دو جداکار نامآور میهن چند روز قبل در مسابقه ماسترز مجارستان یا به اصطلاح مسابقه ستارگان و یا استادان جهانی جودو سزاوار نشان نقره گشتند. این سومین مدال نقره جودوکاران کشور در مسابقات ماسترز می باشد. اولین مدال نقره مسابقه نیز به اسم بهترین جودوکار کشور تیمور رحیموف ماه دکبر سال گذشته در کشور اسرائیل ثبت گردیده بود. این پرچم برداران بعد به وطن برگشتن اندیشه های خود را اوید به مسابقه چنین بیان کردند. وقتی راه به سوی فینال در دور اول آزاد بودیم، در دور دوم یکی از حریفان پرسخت از گالندیا بود و حریف در دور سوم از دولت کره و راه به سوی فینال در دور نیم نهایی یکی از بهترین ورزشکاران جودوکاران ژاپن بود که چمپیون جهان است. با خیلی آزمایش دور و دوام انجام یافت و خوشبختانه توانستم او را مغلوب کرده به فینال برایم و در دور فینال حریفم را من 3 مرتبه مغلوب کرده بودم، اما در این مرتبه همون گوشتینگ خوب رفته ایستاده بود، اما همون یک اشتباهی که یک حالتی که شد همون حالت را او استفاده برد و مرا با یک پرتاف وزری مرا مغلوب کرد. راستی او نیز در این مسابقه یک در فرم ایدئالی در یک پیک ورزشی خود قرار داشت، برای که تا فینال 4 حریف پرتوان خود را مغلوب کرد و در دور نیم نهایی یکی از بهترین ورزشکاران ژاپنی را 3 تا را مغلوب کرد و چه گویم، همین فکر میکنم که همین مسابقه برای او بود و او روزی او بود، روزی ورزشی او بود و او توانست که همین شانس را استفاده برد. بعد این قدر آسیب ها و بعد این قدر جراحت هایی که در طول 2 سال من گرفته بودم و باز به میدان برگشتم و شکرانه خدا که این دومین مدال نقره من است که در مسابقات های بین المللی از نمود جودو در گران پری و در ماسترز دومین مدال نقره می باشد. من با 4 حریف خود پیروز آمدم و در دور فینالی متاسفانه کمی با فکرم کمی داوران در این رقابت ناعدالتی کردند، چونکه شیدای آخر رو به هیچی دادن و کوشش می نماییم که در مسابقات های آینده خوب تمرین های خود را گذرانیم تا آنکه مدال های طلا را به دست آوریم. در حقیقت ما بسیار یک تمرین های خیلی خوب گذرانده بودیم. ما در مجارستان، ما در مغولستان شهر اولانباتور زیاده از 1 هفته مشق‌های دسته‌جمعانه گذرانده بودیم و بعد آن به شهر ایرکوتسک سفربر شدیم. در آنجا زیاده از 15 روز ما مشق‌های دسته‌جمعانه خود را گذراندیم که ما را در یک فرم خوبی ورزشی آورد، چون که ما با حریفان پرقوت در آنجا سبقت میکردیم، مشق میکردیم و بعدا ما را باز مسابقات بازی‌های آسیایی انتظار است که ما کوشش می‌نماییم در مشق‌های دسته‌جمعانه که در دولت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می‌گردد و در دولت آذربایجان شهر باکو برگزار می‌گردد، در آن نیز خوب اشتراک کنیم تا آنکه در بازی‌های آسیایی نتیجه خوبی ورزشی به دست آوریم.